و تلك الامثال نضربها للناس لعلهم یتفکرون. اون دوتا اومدن یا نه؟ جواب بده. نمیام. الان صداشون میزن. کجا هستن الان؟ چرا به من بگو کجا؟ فکشفنا عنک فبصرک یوم القیامة إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا عليها وآتوني مسلمين. ألا تعلوا عليها وآتوني مسلمين. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. يأتي بكم الله جميعا. يأتي بكم الله جميعا. إن الله على كل شيء قدير. اینجا هستن یا نه؟ زود باش. من حس میکنم انرژیشونو. اومدن؟ آره؟ کجا هستن؟ یا تو دروغ گفتی یا هستن. زود باش جواب بده. جواب بده. ببین یه دونه انگشت گذاشتم. زود باش. نذار بهت شلاق بزنم. زود باش جنی. نمیخوام اذیتت کنم. بگو ببینم. زود باش جنی. زود باش. زود باش. بیا. اسمشون رو صدا بزن. اسمشون چیه؟ به کد صدا بزن اسمشون رو. ابجد کدشون رو صدا بزن. دوتاییشون. زود باش. یا معشر الجن والانس ان استطعتم. چی؟ بگو. ابجد اسمشون رو بگو. چند گفتی؟ 300 رو؟ تو فرق داری؟ بگو کی هستن. اون دوتا کدشون رو بگو ببینم. ابجد اسمشون رو بگو ببینم. 300 چند گفتی؟ 17. آره؟ چند بود؟ 300 چند؟ 17. اون یکی که ابجد اسمش نداریش. اون دوتا کجا هستن؟ یا دروغ گفتی یا راست گفتی. چند تا زیر مجموعه داشتی؟ سرباز چند تا داشتی؟ نداشتی؟ شما سه تا کلا مجموعاً چقدر جن و باده جن بودین توی بدنش؟ جنی چرا نمیخوای مسلمان بشی؟ دلیلش چیه؟ ها؟ بلند بگو. بلند بگو. نمیدونی؟ خب بذار یه بار دیگه نور خدا رو بهت نشون بدم. الله نور السماوات والارض نور علی نور نور علی نور نور علی نور هو الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب والشهادة وهو الرحمن الرحیم یا غفور یا رحیم یا عزیز یا عزیز یا عزیز یا مالک یا مالک یا مالک. چی؟ بلندتر بگو. بسته ای؟ بسته؟ یعنی پس کافری، درسته؟ اسمت هم یادت میاد نمیخوای به من بگی. اسمت چیه جنی؟ زود باش. کجای شکمی؟ اینجا بودی؟ آره؟ یا اینجایی؟ جواب بده جنی. زود باش. زود باش جنی. جواب بده ببینم. زود باش. این شلاقه. ببین. زود باش جنی. نذار اذیتت کنم. تا 3 بار ازت میپرسم اگر به دین اسلام اومدی که اومدی، نیومدی گردن تو میزنم میفرستمت بریم. میخوای صدا بزنم ملائکه خداوند مأموران جهنم رو؟ از جنیان مسلمان اینجا میبینی؟ آره؟
رو میشناسی یا نه؟ ها؟ قربانزاده کیه؟ این قرآن رو میشناسی؟ آره یا نه؟ مگه خداوند بهت نگفته بود وارد زندگی انسان ها نشی؟ آره؟ برای چی گوش به حرف شیطان میدی؟ الم اعهد الیکم یا بنی آدم لا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین. جواب بده ببینم جنی. آمن الرسول. چی؟ بلندتر بگو. بلندتر بگو ببینم. میخوام جنیان مسلمان صدا بزنم با ملائکه خداوند خادمین سوره قرآن. میخوام بیان یه لحظه ببینیشون. و تر الملائکته حافین من حول العرش یسبحون بحمد ربهم وقضی بینهم بالحق وقیل الحمد لله رب العالمین. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. میبینی شما؟ آره؟ اومدن یا نه؟ به من جواب بده. میدونی الان بذار ملائکه جهنم هم صدا بزنن، فرشتگان جهنم. یوم یرون الملائکة لا بشرى یومئذ للمجرمین ویقولون هجرا مهجورا ویقولون هجرا مهجورا. یوم یرون الملائکة لا بشرى یومئذ للمجرمین يومئذ للمجرمين ويقولون هجرا مهجورا. چی میبینی جنی؟ اومدن داری میبینیشون، درسته؟ آره؟ نگهبانان جهنم به اذن الله به امر الله به حق لا اله الا الله. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها. میبینی درهای جهنم باز شد. فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. إن المنافقين في الدرك أسفل من النار هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اخرجوا بإذن الله وادخلوا هذه جهنم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.